یکم دیر میرسم، لوله‌کش اومده سینکمو تعمیر کنه. باید برم فعلا. خسته نباشی. اوضاع چطوره؟ یه دونه شیر جدید میخواد، بعد دیگه مشکلی نداره. لوله هم کثیف بودن؟ نمیدونم، فقط شیر رو چک کردم. لوله هامو تمیز کردی؟ نه، دارم میگم شیر رو چک کردم. میخوای لوله هامو تمیز کنی؟ میخوای لوله ها تو تمیز کنم؟ شاید. باشه، دیگه چی میخوای؟ من از پس لوله های گنده هم یعنی 2 اینچی؟ بذار ببینم. این برای 1.5 اینچی طراحی شده که روشه. اگه 2 اینچی میخواید باید همشون رو بردارم که خرج اضافه داره. ولی من انقدر پول ندارم. منم کسخل نیستم از جیبم مایه بذارم. شاید بتونم یه جور دیگه پرداختش کنم. میخوای چک بدی؟ اشکالی نداره. منظورم اینه اگه تو ترتیب لوله های منو بدی، منم ترتیب لوله های تو رو میدم. سند من خودم لوله کشم.